بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. از دم صبح ازل تا به قیام عرصات، بر سر و پای دلارای محمد صلوات. شکند تیغ زبانم همه دم شاخ نبات، باد بر قامت رعنای محمد صلوات. فرض عین است می بگویم تا وقت ممات، دم به دم بر گل رخسار محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. رمضان است، ماه برکت، ماه رحمت، ماه با خدا بودن، ماه در کنار حق بودن، ماه آشتی با قرآن، ماه خدا را شناختن، ماه خود را شناختن، ماه تغییر و تحولات در زندگی، ماه انسان شدن برای اونهایی که از انسانیت فاصله گرفتن. زندگی پستی بلندی ها داره. رمضان میاد تا ما رو روی راه قرار بده، ما رو از چاه دور کنه. رمضان میاد تا به ما نشان بده رحمانیت، رحیمیت، ربوبیت پروردگار یکتا رو. رمضان میاد تا ما رو مؤمنان و سربازانی قرار بده برای خدای منان. رمضان میاد تا خدا رو به ما نشون بده، خدا رو به ما بشناسه که ما بدونیم خدایمون کیست، چقدر خدای بزرگی داریم و احساس فخر کنیم، احساس غرور کنیم که ما بندگان این خالق یکتا هستیم. در سایه رمضان و در پرتو رمضان انسان بودن معنای خاص خودش رو داره، لذت عبادت معنای خاص خودش رو داره. در این روز رمضانی زیبا در کنار شما عزیزان هستیم و سلام و درود دارم خدمت همه شما مهتران هر جای دنیا که هستید و از خداوند منان میخوام که طاعات و عبادات شما رو مورد قبول درگاه خودش قرار بده. در این فضای زیبا و در این روز رمضانی زیبا اومدیم تا در کنار شما باشیم. البته این بار با مهمانانی عزیز، مهمانانی بسیار ارجمند و گرانقدر، مهمانانی که ما رو میکشند میبرند به تاریخ خودمون، به هویت خودمون، به شخصیت خودمون. انسان مؤمن در فضای ملکوتی مؤمنانه سیر میکنه. در این فضا در خدمت شما خواهیم بود با استادی گرانقدر، جوانی ارجمند و فریخته، جوانی که راهش رو شناخته و برای رسیدن به رضایت الهی در این مسیر زیبا و پرسعادت، مسیر تقوا و پرهیزکاری گام نهاده. این جوان امان الله مفوض نام داره، از بدخشان افغانستان، دانشجوی فوق لیسانس روزنامه نگاری هستند. از اینکه در این صبح زیبا با ما همراه شدند از ایشون کمال تشکر و قدردانی داریم. استاد مفوض از شمال شرق افغانستان تشریف آوردند و همچنین همراه ماست نونهالی خوش‌طبع، نونهالی که قدر این فضای زیبای زندگی خودش رو شناخته، جوونی که سیمای صحابه رو به ما تجلی میکنه. حضرت علی رضی الله عنه در 10 سالگی اسلام آوردند. این نوجوان ما که قاری شهاب الدین نام داره و از بدخشان افغانستان هم هست، در 10 سالگی قرآن رو در ظرف 10 ماه حفظ کردند و صدای زیبایشون انشاءالله رونق مجلس ما خواهد بود. استاد شهاب الدین قاری جان یک پسر بسیار پرهمت و بانشاد در این روز رمضانی به ما همت میده انشاءالله که در فضای قرآن و در فضای تلاوت قرآنی ما هم یک سیری داشته باشیم به سوی ملکوت رحمانی. خب شاهدان خیلی خیلی خوش آمدید. شاهدان شما لطف میکنی یک آیه ای از قرآن کریم که حرفی از رمضان در اون باشه برای ما تلاوت بفرمایید تا از صدای زیبای شما لذت ببریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. صدق الله المولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاکرین. خیلی خیلی لطف کردند شهاب الدین، ما رو با این تلاوت زیبا آراستند و مجلس ما رو زینت بخشیدند. جوانی که در کنار من هست جناب استاد امان الله مفوض از شمال شرق افغانستان. ایشون نویسنده کتابی هستند به نام حقوق پدر و مادر از دیدگاه اسلام. بسیار زیباست که جوانهای ما دست به قلم بگیرند و اون چیزی که یاد میگیرند رو به جامعه ارائه کنند، در راستای بارور شدن جامعه و در راستای اصلاح جامعه همگام بشن. استاد مفوض امان الله با این کتابش داره به جوانهای ما یاد میده که ای جوان، خودتو کم نگیر، خداوند قدرت‌های زیادی و نعمت‌های زیادی به شما ارزانی داشته که میتونی از این نعمت‌ها استفاده ها ببری. استاد مفوض اگر شما لطف کنید در مورد همین کتابتون بگید که اصلا شما چی شد که این کتاب رو نوشتین؟ تشکر استاد محترم از اینکه مرا در برنامه زیبایتان دعوت دادین. خواهش میکنم. در مورد سوالتان جواب ما است که ما از خردی، از آوان طفلی، از حنان پدر محروم بودم. دیگر حنان پدرها را می دیدم که واقعا دانستم که پدر بسیار یک نعمت بزرگ خداوند است. باز اون مردمایی را دیدم که پدر دارند و به پدر و مادر خود هیچ احترام پدر و مادر خود قائل نیستند. پس من خواستم آنها را آگاه بسازم، یعنی پدر و مادر چی مقام و ارزش در اسلام دارند و حقوق آنها چی هستند. بنان ما در مونوگرافی فراغت خود از دوره لیسانس درباره حقوق پدر و مادر نوشتم. بسیار زیبا، بسیار زیبا. بله، خیلی زیباست. پیامبر یتیم به جهان یاد میده که چطور با یتیمان برخورد کنند، چطور احترام پدر و مادرشون رو داشته باشند. امان الله مفوض در راستای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گام در گام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخوان در اصلاح جامعه شریک بشن و به جامعه یاد بدن که چطور باید مهر پدری رو ایفا کرد و جواب این مهر بزرگوارانه و فداکارانه پدر و مادر رو داد. استاد امان، شما برای اون کسایی که در جامعه یتیم رو میبینند که بدون سرپرست هست چه توصیه میکنید؟ توصیه من برای اونها این است که اونها باید درک بکنند، یعنی وقتی که یتیم از حنان پدر محروم می باشه، او نیازی داره به کسی که به او دست شفقت از سر از او کش کنه و به کسی ضرورت داره که او را تربیت بکنه و به کسی ضرورت داره که به او راهنمایی کنه و به او ساحه ماحول تعلیمی را برای از اون مهیا بکنه. باید کسایی که توانایی از را دارند که برای یتیم ها مدرسه بسازند، برای یتیم ها دارالایتام بسازند،
آنها باید در این کار امرای از اونها تعاون بکنن. حالا خود شما اگر خداوند به شما یک ثروت هنگفتی ارزانی کرد و یک ثروتمند شدید، اولین برنامه‌ای که در فکرت هست چی است؟ انشاءالله خدمت دین و خدمت علم است. برای یتیما چه برنامه‌ای دارید؟ برای یتیما انشاءالله مدارس جور میکنم و برای از اونها انشاءالله جاهای میسازم که اونها خوب تربیت شوند. بسیار زیبا، بسیار زیبا. چقدر عجیب است امر مؤمن. این خدای رحمان رو ببین که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند انما الاعمال بالنیات، که انسان هر چیزی که در تصورش بیاره و برنامه ریزی واسش داشته باشه، این حتی اگر اونو انجام نده این واسش ثبت میشه و اجر میگیره. یعنی الان اگر استاد امان الله مفوض تانستند یک یتیم خانه بزرگ درست کنند، برنامه‌هایی درست کنند برای تربیت یتیمان که خداوند در کارشون برکت خواهد داد و اجر و ثوابی خواهند داشت، و اگر همچنین فرصتی براشون مهیا نشد، این اجر و ثواب رو از کرم الهی دریافت کردند. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند انا و کافل الیتیم کهاتین، یعنی من و کسی که سرپرستی یتیم رو میکنه اینطوری وارد بهشت میشیم، دست و دست هم برو داخل بهشت. استاد قاری شهاب‌الدین جان، شما روزه میگیرید قاری جان؟ بله سیف. چند وقت است که روزه گرفتن رو شروع کردی؟ تقریبا چند ساله؟ 2 سال میشد که من روزه میگیرم. شما بابا مامات مجبور کردن روزه بگیری یا خودت؟ نه خیر. خودت از شوق و علاقه خودت؟ بله از شوق و علاقه خودم میگیرم، به خاطری که الله تبارک و تعالی از من شما راضی باشه. احسنت احسنت. رضایت خداوند منان خواسته هر مؤمنی است و خواسته هر نوجوانی. شهاب جان، شما برای این نوجوانها و کودکان به عمر خودت چی میگی؟ روزه بگیرن خوبه یا نگیرن؟ روزه بگیرن خوب است. ماه مبارک رمضان برای کودکان یک بهترین فرصتی است. والدین می توانند برای کودکان یک نمونه باشند، آن را با خود به مسجد ببرند، از فضیلت روزه و از فضیلت نماز برای وی معلومات بدهند. بسیار بسیار جالب. شهاب جان یک توصیه بسیار زیبا داره برای پدر مادرها که در تربیت فرزندانشون کوشا باشند. احسن، بسیار زیبا. این سخن رو اگه من میگفتم شاید پدر مادرها بهشون بر میخورد، اما خب حرف از شهاب جان آمد دیگه، انشالله به دل پدر مادرها نشسته که اولا خودشون رابطهشون رو با قرآن، با مسجد درست کنند، آشتی کنند با مسجد، خانه خدا، و همچنین فرزندانشون رو دستشون رو بگیرند و با خود به مسجد ببرند. دوستان یک میان برنامه با هم داشته باشیم و برگردیم با این دو جوون و نوجوانی که در خدمتشون هستیم تا از سیمای زیبایشون و از گفتارهای گوهربارشون استفاده ببریم. برمیگردیم بعد از این میان برنامه. وصال حق گامی در راستای بیداری. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین كله ولو كره المشركون. او ذاتی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غالب و پیروز بگرداند، اگرچه برای مشرکان ناخوشایند باشد. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبانی که در کنار عبادتتون، در کنار تلاشتون برای رسیدن به رضایت الهی دست دیگران رو هم گرفتید و با خودتون به پیش میرید، پیش به سوی دوری از زشتی ها، از گناهان.
پرواز به سوی ملکوتیت و صفات ملائک و فرشتگان رو گرفتن در این فضای بزرگ مسجدی رمضانی که همه جهان اسلام رو به یک مسجد بزرگ تبدیل میکنه و در فضای اون ما سرشار از ایمان به سوی خداوند پرواز میکنیم، پله پله گام مینهیم تا رسیدن به سوی خدای منان. در این فضایی که انسان احساس گرسنگی میکنه، احساس تشنگی میکنه، خودش رو میشناسه که ای انسان من چقدر ضعیفم. و این یک مدرسه است، مدرسه‌ای که خداوند برای تربیت مؤمنان همیشه اون رو داشته. در ملت‌های پیشین، در دیانت‌های پیشین، همه ادیان آسمانی رمضان داشتن، روزه داشتن تا در اون فضا خودشون رو تربیت کنن، تربیت به سوی پرهیزکاری. برمیگردیم به نزد استاد قاری جان خودمون شهاب الدین عزیز. از شهاب الدین میپرسیم شهاب جان، قرآن کریم میگه که همه ملت‌های پیشین رمضان داشتند، روزه میگرفتند و خب واسه چه روزه میگرفتند؟ قرآن در این باره چی میگه؟ خداوند تعالی میفرماید در قرآن خود بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. احسن. خداوند در صدایشون و در علمشون و در حفظشون برکت بده. خداوند منان این رمضان رو گذاشت و این روزه رو گذاشت برای همه ملت‌ها و همه مردم در همه ادیان الهی لعلکم تتقون، تا که تقوا و پرهیزکاری رو راه رسم زندگیشون کنند، پاک دامنانه در فضای پرهیزکاری سیر کنند به سوی ملکوت تقوای الهی. در فضای قرآن ما با قرآن آشتی میکنیم و با قرآن بیش از پیش آشنا میشیم. شهاب جان، شما به نوجوانهای به عمر خودت چه توصیه میکنین؟ قرآن چطور بخونن؟ من توصیه ای دارم که آنها بران در مدرسه و در مساجد آنها بتوانند که قرآن را حفظ بکنند و آن را معنای مفهوم آن را بفهمانند به خود و به دیگران برسانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما او کسی است که قرآن را یاد بگیرد و دیگران برسانند. خب بعضی از کودکان میگن که قرآن حفظ کردن خیلی مشکله. واقعا مشکله؟ واقعا این مشکلی است، لیکن خدا وقتی که در راه الله تبارک و تعالی برآمدین، توکل به الله کردین، الله تبارک و تعالی برای شما آسان میکنن. ما خودم در مدت 10 ماه حفظ کردم، اما سخت بود، الله تبارک و تعالی برای ما آسان کرده بود. احسن. خداوند انشاءالله مسیر زندگیتون رو سرشار از ایمان و سرشار از تقوا قرار بده. برمیگردیم به محضر استاد امان الله مفوض، نویسنده این کتاب زیبا حقوق پدر و مادر از دیدگاه اسلام. امان جان، امروز اصلا دنیا یک حالت خاص خودش رو گرفته. تا پدر مادر پیر میشن اینها رو میدادن تو خانه سالمندان، میگن که برید پی کار خودتون. همون رسم و رواجی که از اروپا داره به سوی جامعه ما تزریق میشه، اروپایی که پدر نداره، اروپایی که مادر نداره، اروپایی که انسانیت در اون ذوب شده و انسان به سوی حیوانیت و ددمنشی پیش میره. حالا در این فضایی که ما هستیم، شما برای اینایی که در خانهشون یک پدری یا مادری پیری دارن چه توصیه‌ای دارید؟ چه سفارشی دارید؟ اسلام یک دین کامل و یک طریقه، یک راهنمایی برای یک راهنمایی کامل برای زندگی بشریت است. او حالی که ما در اسلام میبینیم نه در کدام قوانین وضعی میبینیم و نه در کدام ادیان خود ساخته و یا کدام دینی که تحریف شده در اون نیست.
مشکلی که اروپایی ها امروز دارن مشکل فامیلی است که آنها پدر و مادر و خیش قومی خود را به او ارزشی که باید شوند به او نمیشناسند. اما در اسلام وقتی پدر و مادر پیر می شوند اینها حیثیت یک طفلک به خود می گیرند و معمول به چیزی بسیار اندک آنها خسته می شوند و بسیار به چیزی کم آنها خوش می شوند. انسان در این حالت کوشش کنه که قسم که خداوند می گوید که ولا تقل لهما اف، حتی از استعمال کلمه اف هم از پدر و مادر اجتناب بکند که پدر و مادر که در او سن و سال بسیار یک طبیعت نازک به خود میگیرند. بسیار زیبا، بسیار زیبا. حرف بسیار بجایی است که پدر مادر با گذشت عمر خب تحملشون کم میشه و زود عصبانی میشن و با وجودی که عصبانی میشن در این فضا حتی شما حق نداری بهشون بگی اف. یعنی یه چیزی از شما خواستن، حالا شاید خواستهشون هم بیمورد باشه، شاید برای شما خیلی هم سخت باشه، اما نباید شما هیچ به روی خودتون بیارید. باید اونها رو مثل یک کودک نوزاد در دامن خودتون در آغوشتون بگیرید و بپرورونید. یادتون نره شما کودکی بودید، نوزاد بودید و چه حال و وضعی داشتید. با همه اون حال و وضعها مادرتون شما رو تحمل میکرد، پدرتون شما رو تحمل میکرد. یک پدر یا یک مادر 10 تا بچه رو تحمل میکنن و میسازن و تربیت میکنن. واقعا شرم‌آوره که ما میبینیم در خانواده‌ای هستن که 10 تا پسرن، 10 تا دخترن، نمیتونن یک پدری یا یک مادری رو جمع کنند و اون رو میندازن تو خونه سالمندان، یا اگر در خانواده هست آرزو دارن که پدرشون یا مادرشون بمیره. عجب حکایتی شده این روزگار رو. جا داره که در رمضان ما برگردیم با خودمون، با خدامون آشتی کنیم و پدر و مادرمون رو تو چشامون نگه داریم تا قدرشون رو خوب بدونیم، بهشون برسیم، تحملشون کنیم. این پدر و مادر رو به عنوان 2 دروازه بهشت بهشون نگاه کنیم که ما میتونیم از راه اونها به بهشت بریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند که خاک به سر اون انسانی که پدرش یا مادرش یا یکی از اونها یا هر دوتاشون رو در زندگی درک کرد، با اونها بود، همراهشون بود و نتونست از راه اونها بره بهشت. اون کسی که این سعادت نصیبش نمیشه خیلی خیلی بیچاره است و باید به حالش گریست. انسانی که نه قدر خودش رو شناخته و نه قدر دینش رو. اما جان شما در کتاب آوردی از چیزایی که باعث میشه، عواملی که باعث قطع صله رحم میشه، مردم رو از رسیدن به پدر و مادرشون دور میکنن. در این مورد اگر چیزی به ما بگین. صله رحمی یعنی ضد قطع رحمی است. یا انسان امرای خیش خود یعنی رسیدگی میکنه یا اونا را قطع میکنه، دیگر راه دیگری نیست. شما از عوامل پرسیدین، بسیار عواملی وجود داره که در مجتمع ما باعث میشه که انسان قطع صله رحمی بکنه. از او جمله مشارکت اقربا. انسان یک شرکت جور میکنه، یک تجارت، یک کار را شروع میکنه همراه خویشای خود که اونها بدون کدام حساب و کتاب. این باعث میشه که اینا در بینشان جنگ و جدال و چیزا جور شوه و اینها از دیگر قطع صله رحمی بکنن. دوم میراث ندادن. خواهر و برادر و خویش قوم پدر اینا حق دارن که از میراث کسی که از خانواده از اونا وفات میکنه میراث بگیره، اما او حق میراث از او را غصب میکنه. این هم باعث میشه که قطع صله رحمی شود. سوم گناه دو طرفه. هر او گناهی که بین 2 انسان یا در بین یک خانواده به وجود میآید، یعنی سرازیر میشه یا به وجود میآید، او باعث قطع صله رحمی میشه. ما میتونیم که غیبت نام ببریم، کینه، حسد، کدورت، این چیزا اسباب است که باعث قطع صله رحمی میشه. دوم جهل است. انسان که ندانه این باعث میشه که آدم قطع صله رحمی بکنه. دوم و نقطه دیگری است که
دوست را انسان ارزش بده و از خودگیره فراموش بکنه. این هم باعث میشه که قطع صله رحمی شود. دیگه کم صبری در بین خانواده بسیار مشکلات ها اکثر وقت پیدا میشه و انسان صبر و تحمل کرده نمیتونه. باز این باعث میشه که انسان قطع صله رحمی بکنه. بسیار بسیار زیبا، نقطه های بسیار زیبایی رو استاد امان اشاره کردند. وای به حال اون روزی که انسان بیاد اونقدر دنیا تو قلبش تو دلش جا پیدا کنه که بتونه پدرش رو، مادرش رو، برادرش رو، خواهرش رو، دوستش رو، خیشش رو از اون قلب بیرون برانه. به خاطر چند پشیزی از دنیای فانی، وقتی انسان میمیره تنها تو یک پارچه سفید اون رو میپیچونن، پارچه‌ای که هیچ جیبی نداره که انسان با خودش چیزی ببره، کفن جیب نداره. همه اون چی که هست این رو میذاریم واسه دیگران، میریم تنها پیش خدامون. چی همراه داریم؟ اون کاری که انجام دادیم، اون عبادتی که کردیم، غیر از این چیزی با خودمون نمیبریم. چه زشت است که این دنیا پشیزی از میراث بتونه در بین برادرها مشکل درست کنه، در بین خواهرها، در بین پدر مادر، در بین خیشان. خیلی خیلی نقطه زیرکانه و زیبایی بود که استاد امان بهش اشاره کردند. دیگه نقطه‌ای که ایشون گفتن که حساب کاکا برادر، در مسائل داد و ستد باید حقوق همدیگر رو رعایت کنیم، ولی در عین حال باید گذشت و ایثار بالاتر باشه از حقوق. حرف زدن از حقوق آسونه، اما پیاده کردن و اجرا کردن ایثار زیباتر است. شایسته تر که انسان از حق خودش بگذره تا اون مودت و صفا و صمیمیت صله رحمی رو داشته باشه. و همچنین اشاره کردن که باید با دانش، با علم، با آموختن حق دیگران، حق خود، شیوه رسیدن به رضایت الهی بیاییم و روابط همدیگر رو حفظ کنیم. حالا در این فضای رمضان از استاد امان میپرسیم که خب این صله رحمی با رمضان چه ربطی میتونه داشته باشه؟ ببینین، رمضان یک کار خیر و یک فریضه الهی است که به انجام آن رضای خداوند به انسان میسر میشه. این شکل صله رحمی هم یک کار نیک و با واسطه صله رحمی ما میتونیم رضای خداوند کسب کنیم. اگر هر دو در یک وقت جمع شوه، نور علی نور. باز شما میفهمین که صله رحمی هم است که انسان به خویش و اقارب خود رسیدگی بکنه و به آنها کمک بکنه و به آنها هدیه بده و از آنها کدام مشکلی داره اون مشکل اونها را رفع بکنه و به آنها کمک بکنه. بنابراین اگر این کارها در رمضان صورت بگیره بسیار خوب است. و دیگر است که انسان اگر در غیر رمضان در بین انسان و بین خانوادهش قطع صله رحمی خدای ناخواسته رخ داده باشه، در رمضان دل انسان نرم میشه. انسان در رمضان میتونه بسیار با آسانی قلب خود مهار حق بکنه، برای حق برابر بکنه. بنابراین رمضان بهترین فرصت است که انسان صله رحمی خود یک بار دیگر از سر نو آغاز کنه. بسیار جالب، بسیار جالب. این رمضان هست و وقت رسیدن و کسب عبادات، فضایی است مقدس، فضایی است زیبا که در اون ما میتونیم بیش و بیش خودمون رو به خدایمون نزدیک کنیم. ای عزیز، هر که هستی، اگر پدرت رو، مادرت رو از خودت ناراحت کردی، برادرت رو، خواهرت رو، عمو، خاله، عمه، دایی، هری که از خیشان رو از دست دادی، همه این فامیل بزرگ، برو دستشو ببوس، سرشو ببوس. نمیگم سر مادرتو ببوس، پیشانیشو ببوس، دستشو ببوس، میگم زیر پایشو ببوس. مادری که بهشت تو زیر پای مادران قرار گرفته، مادری که باید اینقدر پیش تو عزیز باشه که غرور تو در زیر پای اون قرار بگیره. پدرت، اون کسی که سبب وجود تو بود، اون رو هرگز از یاد نبر. اگه پدر و مادرت زندن
بکوش تا از در اونها برسی به رضایت الهی. اگر یکیشون یا هر دوتاشون به رحلت پیوستند و رفتن پیش خداشون، صله رحیمشون قطع نشده ها، باید براشون دعا کنید، در حقشون صدقه بدید، هر چه میتونی سعی کنی که درجه اونها رو پیش خداشون بلند و بلندتر کنی. به دوستای اونا، رفیقاشون، خیشاشون، به اونا رسیدگی کن تا بدین صورت خودت رو به خدات نزدیک کنی. و همچنین خیشای دیگه، هر کسی باش مشکلی درست کردی یا واسه خودت مشکل درست کرده، برو سلام دعایی باش داشته باش. رمضان این فرصت رو به ما میده، همونطور که استاد امان الله مفوض فرمودن، در این فرصت رمضان ما میتونیم بریم با خیشامون باری دیگه صلح کنیم، در فضایی که دیگه شیطان نیست، در فضایی که محبت میتونه زود گل بده. شکوفه محبت رو با یک حرکت و یک تغییر، با یک همت از خودمون آبیاری کنیم تا گل بده و شکوفا بشه. عزیزان، فرصت رمضان هست و وقت شما رو نمیگیریم و این میدان رو به شما میدیم که زود بلند شید از جایتون، بپرید و برید پیش همون خیشاتون، پیش همون کسی که دلش رو شکستید، پیش هر کسی که بر شما حقی داره. برید دستشو ببوسید، سرشو ببوسید، از حق خودتون بگذرید، با چیزی از فداکاری، با چیزی از گذشت از دیگران بگذرید و حق دیگران رو معاف کنید و برید خودتون حتی اگر مجبور شدید یه مقداری کم بیارید، هیچ اشکال نداره. کاری که شما میکنید، طرف رو کسب میکنید، به خاطر خداست، هدف رضایت خداست. در این فضایی رمضان که ما رو به سوی تقوا و پرهیزکاری سوق میده، زیباست که ما حرکت کنیم و بریم و خودمون رو کسب کنیم. این ماه تجارت هست، ماه بازرگانی است که در این فضا ما میتونیم خودمون رو به خدامون نزدیک و نزدیکتر کنیم. عزیزان، از این که با ما همراه بودید و با این دو عزیز شما رو آشنا کردم من خیلی خوشحال هستم و از خدای منان میخوام که طاعات و عبادات همه ما رو قبول کنه و همه ما رو در پیش خودش عزیز کنه و در روز قیامت با پیامبران، با صالحان، با نیکان ما رو همراه پدر و مادرمون، همراه برادرامون، خواهرامون، خیشامون، همه ما رو جمع کنه تا در اونجا در محضر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بشینیم، لبخند بزنیم، بخندیم، بگیم و بگیم یا رسول الله ما آنطوری بودیم که شما امر کردید. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. تا دیداری دیگه همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم و از همتون التماس دعا دارم برای خودم، برای این دوستای عزیزی که با ما همراه بودند و برای همه این شبکه و همه دستکندرکاران راه توحید و یکتاپرستی و کسانی که در تلاشند تا جامعه رو اصلاح کنند و پله پله گام بگذاریم به سوی خدای منان. خدا یارتان.